میمدن امسال میگفتن آقا موردی نداره دخترها و پسرها سر کلاس‌ها قاطی باشه. یعنی مدرسه پسر و مدرسه دخترونه نداشت. میدونی چقدر فکر کردم خب چند بار بغل دستیم و دختر فرض کردم. خب برای چی تو سینماهای ما یه فیلم سوپر نمیذارن یا یه فیلم نمیذارن که صحنه داشته باشه؟ تا بود فلک شیوه او پرده دری. والا چیزایی که من خودم دیدم صبح زود که می‌خواستن نون بگیرن نمی‌زدن به دختر بیدار کنن بگن که پاشو برو نون بگیر. بارو که صبح بابام زد تو کله ما پاشو برو نون بگیر. شب دید وقتی چیزی تموم میشد تو خونه پاشو برو مغازه فلان چیزو بگیر. ولی هنوز همین برداشتو دارن که نمیدونم زنا مثلا بهشون ظلم میشه اینجوری حالا هر اتفاقی واسه زنا بیفته 10 نفر خودشونو مسئول میدونن. گفتم قبل از اینکه حتی ببیننش بهش حس بشه. دختر چه دلشون میخواد پسر باشن. چون وقتی میخوام فوش بدم میگن گاییدمه پسر قدرت داره دختر قدرت نداره. یعنی فکر می‌کنم بیشتر گاییدم یه چیز خوبیه که پسر احساس قدرت کنه. همون بیشتر بحث قدرته یعنی. چند چیز هست دلم بیشتر می‌خواست دختر باشم تو مثلا. که نگه چون تو یه قرون خرج من نکردی فلان نکردی الانم بخوای با یه دختر باشی باید باج بدی. حقیقتش همینه دیگه خودت هم میدونی. غیر اینه نیلوفر من خدا شاهده انقدر تو جیبمه 2 تومن تو جیبمه اونم خرج برگشتم دیگه یا تاکسی بخوام بگیرم برگردم خونه. اگه من 10 بار زنگ میزنم اون یه بار زنگ میزنه دیگه. کاری که دوست دختر دوست پسر رو با هم میکنن دیگه یه احساس منه شاید تو اینجوری نباشی. رابطه جنسی که با هم داشتیم احساس گناه دار؟ آره. من دیگه نمیخوام با هیچ دختری باشم. گوه خورم گریه میکنم من چیکارش کنم؟ بگو بدوز. میگه هیچ موقع مثل بار اولش نمیشه.